خب با یک ویدیوی جدید در خصوص صورت جریان وجه در خدمتتون هستم. در ادامه دو ویدیو قبلی میخوایم اینجا یک صورت جریان وجه رو بر اساس کاربردی که در ویدیو دوم تهیه کردیم آماده کنیم. اگر اون ویدیو دوم رو ندیدید لینکش رو این بالا میذارم، حتما ویدیو دوم رو ببینید. حالا بر اساس اون کاربردی که آماده کردیم فقط میخوایم اعداد رو از کاربرد اون وارد صورت جریان وجه کنیم. در ویدیو اول هم خلاصه بندهای مهم استاندارد حسابداری شماره 2 رو خدمتون عرض کردم. اون ویدیو رو هم اگر ببینید میتونم بگم در کل با این سه ویدیو شما بر صورت جریان وجه نقد اشراف کامل خواهید داشت. حالا میریم اعداد کاربرگیرمون رو وارد صورت جریان وجه نقد کنیم. با من همراه باشید. خب من برای که وقتی شما دوستان عزیز زیاد گرفته نشه این اقلام رو کپی کردم و آوردم اینجا و آماده کردم. صورت تطبیق رو اینجا آماده کردم و صورت جریان وجه نقد. خب همونجوری که میدونید در ویدیو اول هم خدمتتون عرض کردم دو روش برای طبقه اول پذیرفته شده است. روش غیر مستقیم روشی است که تقریبا همه شرکت ها استفاده میکنن و من هم اینجا بر اساس روش غیر مستقیم استفاده میکنم و برای اینکه طبق روش غیر مستقیم صورت جریان وجه نقدمون رو آماده کنیم باید صورت تطبیق رو ارائه بدیم توی یادداشت‌های توضیحیمون. حالا من میام اینجا اعداد سال جاری رو وارد میکنم. سال قبل رو دیگه کاری بهش ندارم. فرض میکنیم سال قبل هم صورت جریان وجه نقد تهیه شده و همون اعدادی که سال قبل تهیه شده میاد توی ستون کناریش به عنوان سال قبل وارد میشه. خب اولین مورد توی صورت تطبیق سود خالص هستش. من سود خالص هم رو میام از کاربرگم اینجا منتقل میکنم. کلیه این ارقامی که در ستون یک هستش باید بره توی صورت تطبیق ما بشینه. سود خالص رو اینجا داریم. بعد میایم اقلام غیر نقد رو از دل این سودمون میکشیم بیرون. توی ویدیوهای قبلی گفتم خدمتون که این سود خالصمون باید نقدی بشه، یعنی فقط اقلامی که نقدی هستن این ته باقی بمونه برامون و همچنین اقلامی که اصل ماجراشون توی طبقه دیگه ارائه میشه باید سودش هم سود یا زیانشون هم از این سود خالص خارج بشه و بره کنار اون اصل مبلغش در طبقه مربوطه بشین. حالا جلوتر باش بیشتر آشنا میشیم. مورد بعدی که باید از سودم خارج کنم، یعنی سودم رو بابت اون اصلاح کنم، مالیات هستش. هزینه مالیات یا همون مالیات پرداختنی من اینجاست. 2 میلیارد و 615 میلیون ریال. گفتم که اون قسمتی که توی صورت سود زیانم هست به صورت کامل میارم میشونم توی صورت تطبیقم و اون قسمتیش که فقط پرداختی هست میبرم بعدن توی متن صورت جریان نمایشش میدم. مورد بعدی هزینه مالی هستش. هزینه مالی هم اینجا 2 تا داریم. اونی که تو ستون 1 هست رو میبریم. خیلی راحته. میبینید که چون کاربرگم رو آماده کردم همه اعداد توی کاربرگم مثبت منفیشون هم حتی مشخص شده، توی چه ستونی هستن و کجا باید ارائه بشن هم مشخص شده. من فقط منتقل میکنم. با کاربرگ خیلی آدم راحت میتونه یک صورت جریان وجه نقد تهیه کنه بدون این که به مغایرت بخوره و حتی مشکلی پیش بیاد. مورد بعدی خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. ببخشید که من تون صحبت میکنم، میخوام زیاد ویدیوم طولانی نشه. استهلاک دارایی. استهلاک هم یک قلم غیر نقد هست که باید سود خالص هم از محل اقلام غیر نقد تعدیل بشه و سود سپرده بانکی، سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی. این سود سپرده بانکی هم جزء اقلامی هست که باید توی طبقه دیگه نمایشش بدیم. چون باید بره توی طبقه دیگه نمایش داده بشه از دل این سود میکشیمش بیرون و میبریم جای دیگه نمایشش میدیم. تعدیلات من همینا بود. من حالا یک جمع میذارم اینجا و میرم سراغ قسمت بعدی صورت تطبیقم که کاهش افزایش دریافتنی های عملیاتی اینجاست. اینجا عددش رو من داشتم. دریافتنی های تجاری و غیر تجاری ستون 1
چک میکنم یه وقت عدد اشتباهی از ستون دیگه ور ندارم. ستون 1 کاهش افزایش پیش پرداخت های عملیاتی. اینجا پیش پرداخت ها و سفارشات و پیش پرداخت ها رو دارم. افزایش کاهش پرداختنی های عملیاتی. اینجا پرداختنی ها. افزایش کاهش ذخایر. من ذخیره دیگه ای به غیر از ذخیره مزایای کارکنان ندارم، پس اینو حذفش میکنم اصلا. افزایش کاهش پیش دریافت های عملیاتی. پیش دریافت ها. کاهش افزایش سایر دارایی ها. سایر دارایی ها من نداشتم، این رو هم حذف میکنم. یک جمع دیگه میذارم زیرش و اینجا برای اینکه فرمتش رو هم بتونم ببینم میام اینجا. خب همیشه این صورتمالی نمونه رو کنارتون داشته باشید. میتونید فرمت ها رو از زیر این ببینید. مثلا اینجا من باید ببینم که این زیر باید 2 خط بذارم. خب زیر این جمع میام 2 خط میندازم. خب این صورت تطبیق من به راحتی آماده شد. حالا میرم سراغ صورت جریان وجه نقد. سال جاریم رو میذارم. اولین قلم نقد حاصل از عملیاته که من توی صورت تطبیقم دارم. قلم بعدی پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد. توجه داشته باشید اینجا فقط پرداخت‌های نقدیه. ما کل هزینه مالیاتی که توی صورت سود و زیانمون اعلام کرده بودیم یا عنوان کرده بودیم میاد اینجا. اون بخشیش که غیر نقد بود توی کاربرگمون حذف کردیم و قسمت نقدیش میاد میشینه توی متن صورت جریان که این قسمت نقدیشه. این قسمت نقدیش هم آوردم. حالا یک جمع میذارم زیرش. این میشه نقد حاصل از جریان خالص ورود خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی. عددش رو با ستون شماره 1 کاربرگم مقایسه میکنم. 31 00 577 172 کاملا درسته. خب میرم سراغ طبقه بعدی. طبقه بعدی اینجا نگاه کنم ببینم چه چیزایی دارم. دارایی ثابت مشروع خریداری کردم، سرمایه گذاری بلند مدت و سپرده بانکی. خب اینجا دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی نداشتم. پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشروط داشتم، اینو میارم منتقل میکنم. دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشروط نداشتم. پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری‌ها داشتم. سرمایه‌گذاری بلند مدت هم خرید داشتم، حالا اسمشو میتونم اصلاح کنم. دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام که نداشتم. دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها که همون سپرده بانکی هستش میارم تو کاربرگم. ستون 2 این رو هم اضافه کردم. حالا اینجا یک جمع میدم، بالا و پایینش خط میندازم و عددش رو با ستون شماره 2 مقایسه میکنم. منفی 7 342 562 811. بله درسته. میرم سراغ طبقه سوم. به همین راحتی وقتی شما کاربرگتون رو تهیه کرده باشید به راحتی میتونید این صورت جریان وجه نقد رو در کمترین زمان ممکن تهیه کنید. این فقط من دارم عدد منتقل میکنم، کار دیگه نمی کنم. این طبقه 3 یه تسهیلات پرداخت کردیم، بهره‌ش رو دادیم و سود تقسیم کردیم. بریم ببینیم اینجا. دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات نداشتیم. پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات. اینجا پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات. اینجا پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام. بله من سود تقسیم کردم اینجا. و جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی جمع میندازم، زیرش و بالاش خط میندازم که درست باشه. حالا میام عددشو اینجا، عدد ستون سوم رو با این طبقه 13934 530
135 بله توی پرانتز کاملا درسته. حالا این 3 تا رقم 3 تا طبقه رو با هم جمع میکنم. 9724 باید با این عددم بخونه که میخونه. موجودی نقد ابتدای سال رو میارم و یک جمع دیگه بالاشو خط میندازم. دوباره اونجا نگاه میکنم ببینم این فرمتش چجوریه. شما همیشه این صورت مالی نمونه رو داشته باشید. بعضی وقتا میتونید نگاه کنید اینجا چه قلم هایی وجود داره، چجوری بعد ارائه بدید. اینجا 2 خط باشه، 1 خط باشه و الی آخر. مثلا اینجا خط پررنگ گذاشته، منم خط پررنگ میذارم. و معاملات غیر نقد. معاملات غیر نقد رو توی ویدیو اول راجبش صحبت کردیم. معاملاتی هستن که مربوط به طبقه سوم و طبقه دومن، یعنی طبقه سرمایه‌گذاری و طبقه تامین مالی، ولی بابتشون وجه نقد رد و بدل نشده. هر وقت این اتفاق بیفته بعد ما بیایم این اقلام رو توی یادداشت صورت مالیمون افشا کنین، همونطوری که اینجا توی صورت مالی نمونه گذاشته و بابتش افشا گذاشته. خب به راحتی دیدید که ما خیلی راحت و خیلی سریع تونستیم صورت جریان وجه نقد رو تهیه کنیم. همیشه سعی کنید از کاربرگ استفاده کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. اگر سوالی دارید حتما واسه من بنویسید. خوشحال میشم که نظراتتون و سوالاتتون رو بدونم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.